خب سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ ما امروز اومدیم داریم میریم به سمت سلام داریم میریم به سمت اون مسیر میریم اون برا به سمت جواهر دشت. یه جای خفنه توی گیلانه و اینکه بریم ما طبق معمول در شروع سفر باید قهوه رو بزنیم و بعد بریم برای کجا؟ جواهر دشت. خب بادامون رو چک کنیم، بی باد از دنیا نریم. خب قهوه‌مون رو خوردیم و بریم به شکمی داشته آب گرفتیم که توی راه دیهیریته نشیم. حالا دیهیریته چیه من نمیدونم. سکر دایش مهندس اینکه آره اونم پیم شراب. اینجا قبلا یه کافه نبود؟ آره این هنوز نیومده. خب ما قرار بود اینجا چای بخوریم که دیگه نمیخوریم. بریم لا کسیف نشم. وای یا آبو بخوریم. اینجا هم که فضای اونجاها بچه‌ها اونجا نه آره نمیدونم اونجا فکر کنم کلاچای میشه یا رودسره، اونجا چابکسر. های یا آب بخوریم و همکنون به همکنون جواهر دشت رو میبینید. بی نظیره. واقعا از اون جایی که 100 بار دیگه هم بیام سیر نمیشم، انقدر اینجا خفنه. حالا الان میریم این مسیر رو میریم اونجاها. بله این روستای جواهر دشت یکی از قدیمی ترین روستاهای گیلانه. توی ارتفاع نمیدونم چنده، اگه حال داشتم براتون زیرنویس میکنم. متاسفانه این صحنه آرام داره. حالا تازه خوبه
هر فصلی شما بیا اینجا باحاله، حتی تو برفش. من تمام فصلاش اومدم، تمام آب و هواهاش اومدم و همش یه حال خوبی داره دیگه، اصلا بی‌نظیره. بچه اینجا بازارچه روستای جوالدشته که پذیرای مهمانانه. انگار من همطوری دارم اینجا. آره دیگه اینجا همه چی هست، هر چی که بخوای اینجا هستش. میتونی شما هیچ ایدئولوژی ندارم که بچه ها کجان باید بگردیم. باید ببینید دروازه بهشت. شما در اینجا شاهد این هستین که دروازه بهشت به رویتان داره باز میشه. ببین دروازه بهشته. اینم های سلام خوشگلا. مرسی. خب بچه ما رسیدیم به این ویو. واو چه خفن میفته این تو. گفت با اسب داریم. سلام اسب، خوبی؟ واقعا چیز جالب. میاو. بچه این اسبه دوش. این هم بچه های مان، این هم مردم، اونم روستا. البته ما یکم دیگه میریم برای اون مسیر رو میخوایم بریم این ورا. اینجا میخوایم بریم اونجا. نوایست ببینم. میریم اونو بریم بالا، میریم اونجاها. یه چیزی هست، حال آبگیری هست، نمیدونم الان آب هستی توش یا نه، ولی میخوایم بریم اونجا. سلام آرزا. سلام. بیان تو اینجا. سلام. خیلی خوشبختم. خیلی خوش اومدید. شکر. تو جنوب باید باشی. اینجا چیکار می‌کنی؟ دوست داشتم جنوب بشم ولی دیگه الان خاص شمال باشی. آره. آیه آسنده داریم اینجا. مرغول دشکم. چه حسی داری که تو بلاگم قراره باشی سن؟ یه حس جالب. به به به. خب از این یه بار خودت باشی پویان. من بدون کلاه یه ذره عادت ندارم. وایده. بچه اینجا نه دارم میبینم خودمو. بچه اینجا جواهردشت فیلم بردارم داره کارهای اکشن انجام میده. بله. توضیح بدم که این نمایی که میدی اینجا کوه چی بود اسمش؟ سوماموس رو داریم اینجا. بچه من الان خیلی پشمام ریخته. بگو چرا؟ من هلیشات آوردم برای فیلم برداری از اینجا و حالا نگاه کن تو دفتر جا گذاشت. وای دستش آورده فقط. وای سریعتر میذارمش که تا کسی نفهمیده. اسبی به کسی نگیره.
آره چی شده؟ گیر کرده؟ Hello. های. چقدر آب حروم میکنی؟ پروسه شستن گوجه ها از من میاد. بچه سیخی چقدر گرفته نه؟ تو باید بیایی که آب بخوری. اینجا 40 تا سیخ که آب بخورم. آره این باشه مانیتور تکنولوژی دخترها نگاه کنید. بیا دستی گاد هند. آخه این پاش ضرب خورده بیچاره. داستان ما امروز تموم شده و ما دیگه بریم خونه هامون. خداحافظ.